وقتی ما نظر میندازیم به زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و زندگی ارزشمند صحابه کرام، میبینیم کل زندگی پیغمبر، خصوصا بعد از زندگی دعوتی که زندگی مکی است، زندگی مدنیش در جنگ فیزیکی با کفار تیر شده. صحابه عمرش دهی تیر شده. ما به نام شهدای تاریخ اسلام کتابای ضخیم نوشته بکنیم هنوزم کم است. داریم انسان الله من حیث خلیفه در روی زمین پیدا کرده. خلیفه نافذ کننده اوامر و احکام الله در روی زمین است و نفاذ حکم الله بدون جهاد قطعا امکان پذیر نیست. از او خاطر پیغمبر علیه السلام یک عمر زندگی دعوتی خدا بعد از اینکه هجرت میکنه مکان و مقام و پشتوانه پیدا میکنه برای جاری ساختن جهاد. بعد از اعلان جهاد میکنه 10 سال عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم شب و روز در مبارزه تیر شده. دندان مبارک شهید شده به اصطلاح مردم، روی مبارک زخمی شده، صحابه کرام شهید شده، یک نه به دهها به صدها به هزارها رسیده. و این تاریخ شاهد قوی بالای عزیز است که دین مقدس اسلام یکی از برنامه‌های مهمش جنگ با کفار است، مقابله با کفار است. الله می‌فرماید مرادف سنگر جهاد، الله می‌فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافر. قطعا مناسب نیست، لازم نیست برای مؤمنا که یک دم برایند. دو تفسیر است. برای طلب علم کلگی برای نه، یک تعداد طلب علم برای، یک تعداد برای جهاد باشد. نه، برای جهاد برای سریعه است. پیغمبر روان میکنه، هر صحابی میخیزه من روان هستم. الله میگه نه، ما حول رسول الله صلی الله علیه و سلم خالی نگاه نکنید. هر لحظه رسول الله طلا هست. یک لحظه رسول الله بی شاگرد بی حلقه باید نباشد. چرا؟ هر سخن رسول الله دین است، هر سخن رسول الله تشریع کیست؟ وحی آسمانی است. افراد موجود باشد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. نیست برای مؤمنا که کلگی برای جهاد هر کس سنگر خوش داره میدوه. نه، شما اینجا در پالوی پیغمبر گروپ دیگری هم داشته باشه، او را گروپ طالبای علم یاد میکنه. پیغمبر که سخن میگه و در کامپیوتری خود ثبت کرده رایسته. امروز رسول الله در دنیا موجود نیست، اما مقاله زرین و ارزشناکی از او، طلایی از او ثبت و سجل در کتاب حدیث موجود است. برای ما رهنماست، برای ما هدایت است، برای ما تعلیم میده، برای ما تربیه میده. در می حین جهاد چی بکنم؟ شمشیر قطمه است، کی را بکشم کی را نکشم. رسول الله برام تعلیم میده. به الله قسم به علم جهاد نمیتونی، به علم الله را شناخته نمیتونی، به علم جنت پیدا نمیتونی، به علم رای جنت پیدا نمیتونی. آن چیزی که ذخیره حدیث و آیات واضح قرآن کریم موجود است برای ما واضح میسازه که اصل مصداق جهاد مبارزه فیزیکی با کفار است. یعنی جنگ با اسلحه، جنگ رویارویی، این مفهومش از بین برده نمیشه. بله، کتابای مکاتب ما را کلمه جهاد به جواری تبدیل کنه، اما اگر این کفار این هدف شوم داشته باشه که از اذهان ملت مسلمان مفهوم جهاد با ذهنش بیرون میشه، این ارمان مگر در گور ببره. انشالله در گور میبره، کلمه جهاد از بین نمیره. خب الله متعال در پهلوی امی مبارزه فیزیکی، مبارزه فرهنگی هم دوش از او قرار داده. برای کامیابی اسلام دو دستی که مبارزه میکنه عمل میکنه، یکی دست فیزیکی و اسلحه است، دیگر دست علم است. بلکه این مبارزه فیزیکی زمانی کامیاب میشه که مبارزه علمی صورت گرفته باشه. کسی که جهاد میکنه مفکوره داشته باشه، هدفی داشته باشه، محضی اموت روان نباشه کرکرانه. اگر مبارزه کرکرانه باشه انجام و عاقبتش طوری میشه مثل که ما به چشم سر دیدیم. مبارزه کردیم، به هزارها افراد ما در راه مبارزه با کفر و طاغوت جهان امروز که از او که بر قدرت بزرگ نبود روس
ما شهید دادیم، مبارزه کردیم، اما نتیجه مبارزه از دام یک کفر در دام کفر دیگه غلطیدن، هیچ چیز دیگری ندیدیم. او کفر برملا بود، خرس قطبی هیچ چیز یاد نداشت، بنگی بر آلا آمد میگه ما مسجد نمیمانیم، 3 چیز براتون خوش میکنه، فقط خانه و کالا و بگوی نان طعام خیر و خلاص، دیگه چیزا به درد نمیخوره. خوردم فهمید، بزرگم فهمید، ملام فهمید، دیقانم فهمید، چوپانم فهمید که مردم دین ما را از بین میبره. اما افسوس است که امروز مبارزه ما با این طور کافری است که در لباس کمک و همکاری آمده، سند و امضا را از تو ملا و از تو قماندان و از تو آمر گرفته و آنقدر از مهارت کار گرفته که برای باقی ماندن خودم امضای تو ملا و تو حاجی و تو صوفی را گرفته در زیر خیمه بزرگ. یا این قدر مکار است. خطرناکترین دشمن برای ما، برای از بین بردن مفکوره اسلامی، همین دشمن است. باید مسلمان این دشمن را بشناسه، خود بشناسه. اگر نشناختی باید داده‌ای، میدان از دستت رفته، وظیفه و مسئولیتی تا ادا نکردی، نمیتونی تو باز سوار و دفاع از غیرت خود، از عفت خود، از دین و مفکوره خود بکنی. این گپ باز غلط است. آبی زیر پلال است، یک وقت پای میمانی تا زانو را غرق میشی. این طور دشمن است. این دشمن را باید بشناسیم. توسطی که شناخته میشه، امی دشمن کی برای ما معرفی میکنه؟ این دشمن کتاب الله برای ما معرفی میکنه. ولی با تاسف که حتی به سطح ملای ما آیت قرآن در ذهن خود نگرفت. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله میگه، الله، من نمیگم، الله میفرماید هرگز از تو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یهود و نصارا خوش نمیشه تا ای که ملت از یارا پیروی نکنی. خوشی از یا وقتی از تو میشه تو را تمجید میکنه، پشتی تا میزنه، آفرین برات میگه که ملت از یارا بپذیری. زمانی که تو در شعار انتخابات خود اول تحقق دموکراسی نوشته کردی، او وقت بازی یهود و نصارا سیل کمک برات اعلام میکنه، دروازه کمک اعلام میکنه که تو در جای کتاب الله و قانون الله دموکراسی را بپذیری. و امروز پذیرفته، نپذیرفته؟ پذیرفته. وعده قرآن است. خو الله چی وعده کرده ما و تو مسلمانه؟ دنبال آیت چی میگه؟ الله چی میگه بعد از این که ما تو را خبر میکنه از مکاید و دسیسه یهود و نصارا، از راز پنهان یهود و نصارا که برای ما تو میگه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. تو چه رقم مسلمان باشی، چه رقم مؤمن باشی، تو باید استاد شوی و بگویی که هر قسم نظریه و مفکوره ولو که از هر شخصی باشه، از هر نفر باشه، خبره باشه، دانشمند باشه، هر کس باشه، پیش ما قابل قبول نیست. قل ان هدى الله هو الهدى. برنامه هدایت، پروگرام نجات و نیکبختی و سعادت فقط و فقط هدایت الله است. پروگرامی که الله برام رای کرده. من دیگه نظام نمیپذیرم، نه به نام دموکراسی اسلامی نه به کدام نام دیگه. من فقط یک قانون که الله برام روان کرده مرا مامور ساخته برای تابعداری از او و او تعبیر به وحی میشه. این وحی میاد دو قسم شده، یکی تعبیر به کتاب الله و دیگه به حدیث و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بجز از این دو راه و منهج دیگری ندارم، قانون دیگری ندارم و نمیپذیرم. اما ببینید ملت ها چه قسم تسلیم شده، با کدام عنوان پذیرفته؟ داد از دموکراسی زده میشه، از قانون قرآن زده میشه، کدام حکم الله اینجا تطبیق میشه؟ قاتل قصاص میشه، شرابخور دوره زده میشه. کسی که مرتد میشه علنا یک انتقاد اعتراضی عادی سرش نمیشه. الله که انسان پیدا کرد خلیفه روی زمین به این خاطر که نظام الله حاکم شود، نافذ شود. لیکن امروز نظام الله کجاست؟ مردم خبر نداره از نظام الله. به تفسیر قرآن و فهم قرآن دسیسه های متنوع جور میشه.
ما امروز دارالعلوم به نام عمر ابن عبدالعزیز 2 ماه پیش ما بنیادش گذاشتیم و شروع کردیم. تقریبا چیزی زاید از 100 نفر از خواهرها و بچهای جوان ما در اینجا برای از اینکه تقویت شود علم قرآن و حدیث، لغت عربی، صرف و نحو، عقیده و حدیث در اونجا خوانده شود که تا این ملت با این کتاب آسمانی آشنایی پیدا بکنه، تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسن که چه قسم ما عمل بکنیم. اما جا نداریم. برای تبلیغ نصرانیت، تبشیر نصرانیت، انجیل به زبان فارسی در مکاتب توزیع میشه. خود جناب امنیت امروز که ما مسلمانه در خانه کرایی نمیگذاری، سبا جواب میدی به پیش الله متعال. جواب دادن استی موقع بده بری یهودیت و نصرانیت. اما برای تحقق 4 برادر مسلمان و جوانی که با ریش میه در دارالعلوم و دختری که با حجاب میه، ای بری تو مشکوک است و ای برت زنگ خطر است. یهودیت زنگ خطر نیست، نصرانیت زنگ خطر نیست. رسانه های کفری و الحاد که شب با روز با جز از او رسانه هایی که بچم که در او چی نشر شوه و فعالیت میکنه، ای براتون زنگ خطر نیست. زنگ خطر اینجا است. خیر است، این روزها تیر میشه، این ساعتها تیر میشه. ما از مبارزه خود خسته نمیشیم. ما در یک زمستان از زمستانی که فرا میرسید تیر ما چند مرتبه ما کوچکشی داشتیم. نه از امنیت آرام ماندیم، نه از حوزه آرام ماندیم، نه از مترجم قرآن آرام ماندیم، از مفسر قرآن آرام ماندیم. او هم برای ما غم جور شد، گفت از نزدیک ما کوچ بکن. عالم هم ما را آرام نماند، گفت از اینجا کوچ بکن، اینجا به دارالعلومتان نباشه. کلانای جهاد ما هم شنگ خود نشان دادن و ما را آرام نگذاشتن. اما دسیسه ها پنهان باقی نمیمانه. اگر امروز پیش مسلمان پنهان است، صبا انشاءالله در قبر پیش الله آشکارا میشه. در پیش مخلوق الله تو بنا به مجاهد استاد میشی، بازی شاهدی را میدی. ما خو ایران به این ماندیم که چه قسم وجدان باشه که درس قرآن حدیث آدم توقف بده، چه قسم وجدان باشه، چه قسم غیرت باشه که در او جایی که درس قرآن حدیث روان باشه تو بگوی که از اینجا کوچ بکنی. ما هم به امور حوصله میکنیم، صبر میکنیم. ما زمانی که عقیده را پذیرفتیم انتظار ای کشمکش داره و به دل و جان پذیرفتیم. الله ما را ثبات نصیب بکنه، عافیت نصیب بکنه، ما را مواجه امتحانات بزرگ نسازه، چون بندگان خیلی عاجز هستیم، توانمندی قوی نداریم، اما انتظار این مسائل داریم. خسته نمیشیم انشاءالله و راه مبارزه خدا و راه پیشرفت خدا به هیچ وجه اله کدنی نیستیم. ما انشاءالله به قربانی حاضر هستیم و ما افتخار میدانم انشاءالله. ای کاش که الله برای ما لحظه عمر نصیب بکنه که ما در جنجال و کشکال دین باشیم. خب فقط و فقط خوف ازیر دارم که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم باشی، از ما بپذیری، قبول کنی، وگرنه این لحظه ها را هیچ حراسی از پیشش نداری.